استاد جانه بچه الیف استاد جانه استاد الیف 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 با خود بیا اینا باز کن. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. استاد جانه را از بین بر الیف کمک کنه الیف کمک کنه الیف زیا خواستم محافظت شوم. در مقابل او تمام چیزایی که میفهمه به ما میگه. ما به خاطر بردن او آمدیم. و شما چی میکنین اینجا؟ ما هم به خاطر بردنش اینجا آمدیم. کل ما میخوایم که حقیقت آشکار شوه. این قسم است. اما شاید او حقایق بعضی‌ها رو پریشان بسازه. مثل جنرال قدرت و شاید هم شما را. تو میخوای چی بگویی دینیس؟ وقت شامل اردو شدم قسم خوردم. گفتم به قیمت جان خود از این ملت دفاع میکنم. حتی در مقابل پدر ما استاد میشم. گپای ناق نزن طرف ما بیبی. تو مرا تهدید میکنی؟ نه خیر پدر. فقط میخوایم بگویم که من احمق نیستم. تو بیازو احمق نیستی. به خاطر که بچه ما هستی. کوشش کو کارایت درست انجام بدی. زیا! خانم جلال فهمیدین که انفجار کار کی است؟ میشه به ما معلومات بدین؟ بله دوستا، قسمی که شما هم در جریان هستین. امروز یکی از روزهای تاریک برای دانشگاه مرکزی استانبول است. اینا رو چی شده؟ یکی از استادای بسیار خوب ما، استاد جانه را از دست دادیم. رسیدم میتونستم. اگه کمه دگام بلندتر چیغ میزدم، اگه کمه تیز میدویدم، استادا نجات میدادم. عمرش هم قدر بوده الیف جان. کاری از دست مام ساخته نیست. هیچ کس کاری کرده نمیتونست. او
خانم استاد جانر نیست؟ بله همو است. خانم یاسمین جانر کجاست؟ چرا با من زنگ نزده؟ از تلویزیون خبر شدم. او خوب است اما تو نیست؟ خانم یاسمین او را خود چیزی نشده؟ لطفا یک چیز بگوین. متاسف هستم. نه خیر، نه خیر. خدایا با اولادم چی بگویم؟ وقتی شب پرسان کنن پدرم کجاست چی جواب بتم برشان؟ از شوهرم چی میخواستن؟ از پدر اولادم چی میخواستن؟ او به که ضرر رسانده بود، چرا این کار کردن؟ دنیس تو از این طرف برو، من از طرف راست برم. عجله کن. اگر پدرم زیار قبل از من پیدا کنه او را از بین میبرم. باید قبل از پدرم او را من پیدا کنم. باید قبل از دنیس زیاره پیدا کنم. نباید از حقیقت خبر شوم. دیگر راه فرار نداری قماندان زیا. چی شدن اینا؟ زیا! زیا! ای که از اردو کمک خواستی، پس گپای زیادی به گفتن داری. میخوایم گپایت بشنوم. زیا! چی شد؟ از ترس زیاد آل گنگه شدی؟ این قسم معامله نکرده بودیم. بعد از انفجار کار ما ختم می شد. در نقشه ما کم تغییرات آمد. باید تمام ثبوت ها را از بین ببری. این کارا چطور انجام بدم؟ خدا گم ساخته نمیتونم. تمام جای پلیس گرفته، حتی نمیتونم با طرف موتر خود نزدیک شوم. اینه به شما روان کردن بیادر. در داخل او یک شناسنامه جعلی به نام تو است. بعد از این لحظه تو یک از افراد اردو هستی. یعنی هر جایی که بخوای رفته میتونی. حالی کار ختم کن. درست است، انجام میتونم. هر لحظه ما را در جریان بانیم. با چشم جنرال صاحب. رفته میتونیم. زیا! چرا گپ نمیزنی؟ پدر هوش کن او را از بین نبری. به نظرم بسیار ترسیدی. بایدم بترسی زیا.
الیف بعضیات تو را دیده بودن که قبل از انفجار طرف موتر میدویدی. میفهمیدم که ده او بهم است. چطور؟ زیا برام گفته بود. زیا اینجا بود؟ پیدا کردن او مهمتر از همه چیز از الیف. آمر صاحب اردام میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ البته. کدام پیشرفت جدید درباره قضیه وجود داره؟ هنوز نه. خب شاهد عینی دارین؟ امر به جا آوردیم دیگه منتظر چی هستیم؟ باید مطمئن شویم که کار ختم شد و همین قسم امر شد. بس تو اینجا باش، خودم مطمئن بساز، درست است؟ ما دیگه میرم. اگه بجای شما می بودم فکر نمیکردم شلیک میکردم. اگه من زنده بانم تمام رازایتان افشا میسازم. نقشه های شومتانه، کسایی را که به قتل رساندین همیشه افشا میسازم. ما به می خاطر اینجا آمدیم، به خاطر که جان تو را بسته کنم. این صدای پدرم است. زیا را پیدا کردم. راستش من هیچ نفهمیدم که چرا وزارت دفاع به این موضوع قدر علاقمندی نشان میده. دلیلش چی است؟ فقط هم قدر بفهمین که موضوع امنیتی ملی ما را در خطر انداخته. حالا اگه اجازه بتین میخوایم محل روی داده بررسی کنم. اصله تا پرتو پدر. دینیس تو در این کار مداخله نکن. گفتم اصله تا نپرتین. ترکان میشه به اینا کمک کنید؟ بچه شما آمر صاحب. بفرمایین. متوجه باش اگه کدام کار مشکوک انجام داد به من خبر بده. بچه شما آمر صاحب. اردام ما ای آدم دیدیم. در وقتی که به دانشگاه می آمدم باور کن یک نفر دیگه امراج بود. فکر کردم اینا نفرای امنیت هستن. اما او آدم نظامی است. امکان داره با یادسه ارتباط داشته باشه. شاید زیا از همین خاطر از این موضوع خبر بوده. تو چی میکنی؟ نکی میخوای من از بین ببری؟ مرا به این کار مجبور نسازین. یگانه شاهد ما او است. هیچ چیزی را نمیفهمم. دروغ میگه. میخوای جان خود نجات بده. پدر او پیش خود ثبوت داره. تو واقعا بالایی باور داری؟ برای آخرین بار برای توشدار میتونم. به خاطر اسناد دست داشته او شاید بیشترین حقایق افشا شود. امکان داره الیف به دانشگاه خود ادامه داده بتونه. سالای تاپارتو تمام این کارا رو به خاطر او دختر انجام میدی ها؟ به خاطر او دختر انجام میدی. با این دلیل طرف من اسلحه گرفتی. از خاطر او دختر پدرت از بین میبری ها؟ پس از بین ببر. منتظر چی هستی؟ از کسی که نفرت داری او خانومم از پدر. زیا نه خیر پدر. تو چی میکنی؟ تو چی کردی؟ ماندی که او فرار کنه. خواستم قاتل نشی. خواستم دستت به خون آغشته نشه. اما میبینم که دست تو قبلا به خون آغشته شده پدر. بفرما اردام. باید همراه زیا گپ بزنم. قرار بود با تو ملاقات کنه. پیش تو است؟ فرار کرد. فکر نمیکنم که بار دیگه تماس بگیرم. بسیار بد شد. چی شده؟ زیا فرار کرده. الیف همراه ما است. از حادثه بمبگذاری دانشگاه خبر داری؟ کدام بمبگذاری؟ استاد جانر دموتری و بم جاسازی کرده بودن. تو چی میگی اردام؟ ما به امنیت میریم. الیف 2 نفر دیده. یکیش شناسایی کرد. رسم دیگه شام میکشه. یعنی یکیش دستگیر کردین همون تو نیست؟ او کار به جناب صبری واگذار کردیم چونو بهتر. Assalomu alaykum hamvatanoni aziz. Man Yusuf Astora, oilador sohibi 3 farzand, starshi direktori کمپانی فبرلی. همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کمانده ما زیاده از 1000 نفر زنهای تاجیک زنهای خانشین کار میکنند. نه وابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرن. معاش 70 سومان تا 7000 سومان.
عین حال شما در بالای اکران محصولات کمپانی فابلیک را می‌بینید که به نهایت با صفت بوده نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین، همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بی‌پول است. ما با کار قبول میکنیم فقط زنها را، خواهش میکنم فقط زنهای خانشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین، همش رو ساده کردن میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساپ. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. بهتره میفهمم. بشنوین آمر صاحب، میخوای محل رویداد بررسی کنه. آمر صاحب، یا آقا میخوای محل رویداد بررسی کنه. معذرت میخوایم، متوجه نشده بودم، میبخشین. تورگان، آمر اردام چی شد؟ به مرکز رفت، شاید اینی رو با خود برد. درست است. باورم نمیشه. اگر زیا و اسناد با کس نشان بده قیامت برپا میشه. کل ما از بین میریم ایره میفهمین؟ ها نمیفهمین. اگر میفهمیدین با سر شلیک میکردین. هر چی زودتر او آدم با ما پیدا میکنین. فهمیده شد یا نه؟ او کسایی که فکر میکنین اسناد تحویل میکنن تحت تعقیب هستن. صبری هم شاملشان میشه. با شما وعده میکنم که او اسناد به دست هیچ کسی نمیرسه. خودم از بین میبرم. گپ زدن زیاد یاد دارین. عمل کنین، عمل. جنرال صاحب چی شده؟ چرا گنگه شدی؟ باشیم بگو. در رابطه با من گذاری است. یک شاهد عینی پیدا شده. میگه بالای 2 نفر مشکوک شده. ایگا پارا با ما چرا میگی؟ باشیم خودتون حل بسازیم. بچشم جنرال صاحب. جنرال صاحب اجازه میتین؟ البته. او شاهد کی است؟ یک محصل است با نام ایلیف گورال. الیف، راحت باش، هیجانی نشو. راحت باش، اولین تصویری که به ذهنت میرسه حقیقت داره. حال دوارش برم بگو. درست است. شروع کنیم؟ بله شروع میکنیم. جنرال او قدر محصل در دانشگاه است، اما فقط این دختر لعنتی است که او آدم ها را میبینه. باورم نمیشه، مثل فیلم سینمایی است. جنرال صاحب بغیر از اظهارات ایلیف هیچ ثبوت دیگر ندارن. جنرال صاحب تصاویر دوربین های دانشگاه از بین میره و با کشته شدن او 2 نفر این قضیه مجهول برای همیشه بسته خواهد شد. جنرال اگر زیای احمق دهن خود باز کنه اظهارات بتا باز کل ما تباه میشیم. هر چی زودتر باید زیا و او دختره از بین ببرین. فهمیده شد؟ حتما این کارا میکنم. تو متوجه هستی که چی میگی دینیز؟ یک نظامی چطور این کار کده میتونه دینیز؟ چطور میتونم وطن خود از بین ببره؟ مام نمیخوایم که باور کنم جنرال صاحب، اما زیا به ایلیف گفته که دموتر بم است. کم و بیش میفهمیم که زیا با کیها رابطه داره. جنرال صاحب یگانه راه فهمیدن حقیقت همی است. او از کار پیش ما بیار. امرتان به جا میشه جنرال صاحب. امی است؟ بله همین است.
تو دیگه کی هستی؟ تصاویر کمرا را بررسی میکردم پیدا شد. چند دقیقه پیش همینجا بود. ها اون آمد. افسر از جای خود تکان نخور. دستای تا بلند کن. آهسته طرف مدار بخور. فرار نکن. دختر زیاد جگر خود هستن، بیشتر از همه لیف او خودم قصر فکر میکنه. انشالله هر چی زودتر قاتلا پیدا شوند تا او راحت شوند. آمر اردام میگه در خیبی کار اشخاص دیگه هم دست داره. راست میگه سلیم، اونا بسیار قوی هستن، هیچ کس مانع اونا شدن نمیتونه. کل ما جزای خود دیدیم، اما سنگین ترین جزا را استاد جانر دید، کشته شد. خانم رانا بفرمایید. به دیدن الیف آمده بودم اما تا هنوز نامده. نه خیر نامده. اگه خواسته باشین که آمد برتون میگم. نه خیر، من همینجا منتظر می باشم. شاید حال بیایم. میشه یک پیاله چای بیارم؟ البته. بفرمایید. تشکر میکنم. الیف چی شد؟ اظهارات دادی دخترم؟ بله دادم. بیا اینجا بشی. میشه یک پیاله چای دگان بیارین؟ یک دانه نانم بیارین همراه پنیر. تو نان و پنیر خوش داری؟ شما فکر میکنین درباره من همه چیز میفهمین، اما در حقیقت هیچ چیز نمیفهمین. شاید داخل خانه رفته.
تو از دو طرف برو، تو از پشت ما بیا. شما را درک میکنم. این همه را به خاطر انجام میتین که عذاب وجدان نبینین. کوشش میکنین اشتباهاتتان را جبران کنین، اما با سیر ساختن ما و ای که کوشش کنین مرا تسلی بتین، سالای به هدر رفته را برم داده نمیتونین. پس چی کنم؟ چی کنم که بخشیده شوم ها؟ حقیقت بگویین. ای که چرا مادر مرا نخواست؟ بگوین چرا یک طفل کوچک پیش کسی دیگه ترک ده رفت؟ یا چی بفهمم؟ ای که هنوزم زنده است یا با کسی دیگه ازدواج کرده، دیگه اولاد داره یا نه؟ ای همه را برام بگویین. نه خیر، ازدواج نکرده، دیگه اولادم نداره، فقط تو را داره. بفرمایین جنرال صاحب. رسامی را کردم روان کده بود بررسی کردم. یک قسم یک سرباز نداریم. به خاطر که اونا در اردو نیستن. شخص دومی افشا شد؟ نه خیر جنرال صاحب، به خاطر افشا نشدن خودکشی کرد. تذکره هم که از جیبش پیدا شد جعلی است. به خاطر که جلب توجه نکنه از او استفاده کرده. به احتمال زیاد کوشش کرده تصاویر کمره را بگیره. در این کار موفق شده؟ چیز دیگه از پیشش پیدا نشد جنرال صاحب. بیا. این پاکت هم به شما روان کردن جنرال صاحب. درست است، رفتم میتونی. بچه‌شم جنرال صاحب. آله درست شد. چرا قدر سال پیشم نامد؟ چه قسم مادر است که یک بارم به فکر اولاد خود نشد؟ او زیاد به فکرت است، بسیار پشت دق شده. اگر دق می شد می آمد، خدا برم نشان می داد. اگه او بیایه کل چیز برات بگویه، ازت معذرت بخواه، به پایهایت بفته باز، او را میبخشی؟ ها؟ مادر با آغوشش میری؟ کوشش میکنم که درکش کنم. الیف، من میخوایم
نه خیر. رانا دیدی که چی کردم میتونم؟ اگه میخوای ای قسم ادامه بیتی رایت باز است، اما مادرها درباره آینده فرزندای خود فکر میکنن. از این خاطر اگه خاموش باشی بهتر است. من هم میخوایم تو جگرخون شوی. میفهمم که او هیچ وقت پیشم نمیایه. از همین خاطر ما منتظرش نیستم. الیف، مادرت هیچ وقت از دوست داشتن تو منصرف نشده جانم. لطفاً ایره باور کن. پس کوشش کنه که بالاش باور کنم. رسما به خاطر نجات دادن او میدوه. پس قبلا از جاسازی بم خبر داشته. وای 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 وای. پیدا شد. یس. فواد چوراک، دزدی، قتل، تجاوز و دیگه جرایم مرتکب شده بیادر. باید این نقاشی را به دیگه بخش روان کنیم. شما هم هر چه زودتر به این کار اقدام کنید تا بتونیم ما را بازداشت کنیم. با چشم آمر صاحب. سه جوان تروریست کوشش میکنن به خاطر ثبوتای جانر نقشه میکشن، اما او دختر در آخرین لحظه پشیمان میشه، میخواه اسناد خود پس بگیره. جنرال صاحب اگه این دروغ در ذهن مردم پخش کرده بتانیم، بسیار به سادگی از این وضعیت نجات پیدا میکنیم و از شر او دخترم خلاص میشیم. تروریست خطاب کردن ساده است. این را به یک شکل دیگه ثابت میسازیم، اما این تصاویر به خاطر متهم ساختن کافی نیست. اگر جوان بمگذار به نفع ما اظهارات بته خوب میشه جنرال صاحب. این کار خوب است. هر چی زودتر اقدام کنین. امر قتل او را صادر کردیم. کوشش کنین که امر برعکس بسازین. درست است جنرال صاحب. با دور کردن چوکی 5 دقیقه مانده. زیاد تشویش نکن. آره فقط 2 دقیقه مانده. وقت ختم است. چند تا از دست دادی بیادرم. او را پایین کن.
چیزی که گفتم انجام بده. او رو پایین کو. این دخترم مشناسی هم تو نیست؟ خوب طرفش سل کو. با این دختر یک جای نقشه بانگذاری رو طرح کردی، فهمیدی؟ این دختر شما رو با استاد جانر نزدیک ساخت. عضو گروه تو جایی هست. نامش الیف گورال است. سال اول 15 طب است. وقتی دستگیر شدی همه را پلیس میگی، فهمیدی؟ اگر به گپای ما گوش ندی بفهمی که از بین خود رفتیم. فردا فاتحه استاد جانر از دخانیشان گرفتن. راستش اگه یک متن سخنرانی آماده کنیم خوب میشه. الیف، ادبیاتت بسیار عالی است، میتونی که متن سخنرانی را نوشته کنی. درست است. تو خوب هستی الیف؟ نمیفهمم، شکمم درد میکنه. طفلت چیزی نشده باشه؟ صبر کوی، قسم نگو. نه خیر، چیز مهمه نیست. بیبی جانم اینقدر به تفاوت نباش، باید شفاخانه بریم. سهیل حق با جانب الیف. بی از او امروز زیاد خسته شدی، با این کار حداقل مطمئن میشیم. خب درست است، بیاین که بریم. جسد مشکوک شما پیدا کردین؟ بله. از اطرافش کدام چیزی رو پیدا کردین؟ فقط یک تذکره جعلی پیدا شد. پس بغیر از اظهارات خانم الیف دیگه چیز به دست نداریم. تا فعلا نه. وقت شخص دومی دستگیر شود تمام چیز اعتراف میکنه. آمر صاحب، شخص دوم دستگیر شده، با مرکز میارنش. بفرمایه بیایا تا ازش پذیرایی کنیم. طفل دیده میتونیم. الیف همو تو نیست؟ البته که میتونیم. الیف گورال، بفرمایین. این طفلتان است، میبینین خانم؟ درست است، اما مثل نقطه معلوم میشه. بله، به خاطر که هنوز بسیار خرد است. طفل صحتمند است دکتر صاحب. کاملا خوب است، چیز قابل تشویش نیست خانم. با شما که دستور میده؟ نمیفهمم، ما فقط تابع اوامر بودیم. او امر کی براتان میاره؟ یک محصل دانشگاه. محصل دانشگاه مرکزی استانبول است؟ بله. حتی قبلا وظیفه حمله انتحاری برش داده شده بود. وقتی او مأموریت خنثی شدی وظیفه را برش دادن قربان. نام او دختر چی است؟ نامش الیف گورال. تو چی گفتی؟ الیف گورال، محصل 15 طب است. تو چی میگی احمق؟ به خاطر متهم ساختن او دختر از کی امر گرفتی؟ گپ بزن! دینیز بیرون شو! گپ بزن! دینیز بیرون شو، چی میکنی؟ او احمق دروغ میگه. الیف با این کارا هیچ رابطه نداره. درست است دینیز، ما میفهمم، اما اگه این قسم رفتار کنی به او ضرر میرسانی. اول آرام باش. اگه فهمیده شوه که تو طرفداری میکنی به جنجال میفتی. مجبور هستیم تمام چیزا طبق قانون پیش ببریم. حالا باید به گپ ما گوش بدی. به خاطر که نام او گرفته شده الیف باید بازداشت کنیم. تو چی میگی؟ عقلت از دست دادی احمق؟ در جریان بازداشت کوشش میکنیم بیگناهی الیف ثابت بسازیم. فقط با همین روش میتونیم به الیف کمک کنیم. چرا نمیفهمی؟ پس قبول کن دیگه. بعض معاینات است که باید انجام بدی، نباید بپروایی کنی. هر چه زودتر باید انجام بدی. درست است. حالا برات چند قلم دوا نوشته میکنم. دل بدی داری؟ یگان وقتا بیشتر از طرف صبح.
درست است. به خاطر دلبدیتم دوا نوشته میکنم. این دوا را منظم استفاده میکنی. درست است. یا عکس طفل شماست و پدرشم نشان بدین. تشویش نکنین. به خاطر بگون و ثابت ساختن خانم الیف هر کاری از دستم بیای انجام میتونم. آمر اردام، چند دقیقه پیش خبر رسید. او دختره که دبم گذاری دست داشت، الیف گورال، دادگاه رو جستجوی خانهش صادر کرده. خواستم خبر بتم. لعنتی. رسما به الیف دام ماندن. یکش گزارش بده دیگهش تایید میکنه. امکان داره ثبوت‌های جعلی به خانش جابجا کرده باشن. اردام تو باید مانع جستجو شوی. این کارا کردن نمیتونم دینیست. همه که بالای ما شک میکنن بیادر. هیچ کسی مانع جستجو نمیتونه شود. این جستجو صورت میگیره بچیم. ما فقط میتونم جستجو را به تأخیر بندازم. تو در این مدت میتونی ثبوت‌های جعلی را که در خانه‌اش جابجا شده از بین ببری. درست است. پس همین کارو بکن. بفرما نجاتی. بسیار یک مشکل جدی داریم ابراهیم. الیف یک مصیبت بزرگ گرفتار شده. خیریت از چی شد؟ بمگذار دومی میگه که الیف هم دی بمگذار دست داشته. تو میخوایی چی بگویی؟ چند دقیقه پیش گزارش رسید امر جستجوی خانه‌اش داده. به دختر دام ماندن. چی؟ الیف نمیخوای درباره طفل بده نیست چیزی بگویی جانم؟ بله نباید خبر شود. به خاطر خود نه، یک بار به خاطر طفل فکر کو. همه ما میفهمیم که طفل به پدر ضرورت داره. اردام امر جستجو را صادر کردی؟ منتظر مکتوب سارانوالی هستیم. منتظر نباش برو. اما آمر صاحب وقتی مکتوب برسه همه جواب میتم. تو برو حرکت کن. ثبوت‌ها را جاسازی میکنه. باز خریطه سنگینه به من دادی. چی ضرورت بود قد چیزا بخری؟
ناز نکو دختر، بسیار ارزان بود گرفتم دیگه. کار بده کردیم بگو. ماهی تازه. او خدا، تازگیره بیبی. پدر پریاز خدا از خستگی مردم، بیا که بریم. چا باشه که گپ نزن دیوانم ایشم. برو ایره بگی تو خانه برو، برات ماهی میرم تو عقلت کمی زیاد شود. ماهی میگیرین؟ ماهی ها تازه است همون تو نیست؟ کاملا تازه است، از بحیر سیاه آوردیم. خوب است، 2 کیلو برام بده بیادر. حالا دیگه آماده شده سوار موترایتان شوین. میشنوم مردم. ما حرکت کنیم، عجله کن. درست است، درست است. خواهر؟ چند روز است که گم هستی. تو کجا هستی؟ در دانشگاه بم منفجر شده. درست شنیدی. استادت مرده؟ پدرم کجاست؟ ماهی میخره. درست است. الیف نباید داخل خانه شود. باید یک کار کنم. کجا میری دختر؟ بیا برم کمک و از خستگی مردم. کم خو کار کردم میتونی؟ بده. ده قصهش نشو، از راه دیگه بریم. نباید وقت عزیز بدیم. عجله کن. فرق نمیکنه عمر صاحب، حال را باز میشه. اگه از راه دیگه بریم لا وقت میرسیم عمر صاحب. ده اینجا چی گپ است؟ تو با کی کار میکنی احمق؟ ها؟ تو با کی کار میکنی؟ زود چه بگو. هولیا دختر، بیا این سودا رو از دست پدرت بگی. کی هستی بیادر؟ کی هستی تو؟ چی میکنی؟ چرا فرار میکنی؟ خدا جزایت بده. چی شدی احمق؟ خدا جزایت بده. کجا رفتی؟ صبر کو. پدر؟ مادرت هیچ وقت از دوست داشتن تو منصرف نشده ایلیف. لطفاً ایره باور کن. پس بیایه و کوشش کنه تا بالاش باور کنه.
خدا لعنتش کنه. چی شده پدر؟ دیگه چی شوه؟ دوز از پیشم فرار کرد. او احمق گیر کرده نتونستم. شیشه را شکستانده داخل شده. وقت ما را دید حتما از روی بالکن فرار کرد. شما چی میکردین؟ دستایتان دخینه بود؟ چیزی را از خانه برده؟ نه خیر، من میرم که گدامه ببینم. به پلیس زنگ بزن پدر. چاپ گپای ناق نزن لوده. پیش من پلیس نگی. اگه پلیس مداخله کنه بس سادگی نمیتونی از او کار بیرون شوی. داخل برو بته مایره برو. اگه این نامه را میخوانی پس به این معنی که هنوزم ما یک امید داریم. مثل مادر و دختر بودن میتونه. انتظار ندارم مرا ببخشی، اما کوشش که درکم کنی. از این خاطر کل چیز از اول برات میگم جانم. داستان از روزی که خبر شدم حامل هستم شروع میکنم. روزی که فهمیدم من حامل هستم، پدرت بدون گفتن کدام دلیل خواست ازم جدا شود دختر. خاموشانه رفتنش را تماشا کردم. برش گفتن نتانستم که حامل هستم. گفتن نتانستم که طفل او در بدنم هست. فقط خاموش ماندم. شکسته بودم، عصبانی بودم. فکر کردم با خاموش ماندن از او انتقام میگیرم. ناخواسته بزرگترین بدی را به تو انجام دادم. حال بعد از گذشت سالا ای را فهمیدم. زیاد فکر کردم اگه اون روز درباره تو به پدرت میگفتم کل چیز تغییر میکرد. شاید اون نمیرفت. شاید دوباره یک خانواده میشدیم. شاید هیچ وقت مجبور نمیشدم که این نامه را نوشته کنم دختر. یا که مجبور نمیشدم از دختر معذرت بخوایم. به خاطر کل چیز پشیمان هستم. کاش که به خاطر تو زیادتر مبارزه میکردم. هیچ وقت از دوست داشتن تو منصرف نشدم دختر. تا آخرین نفس به دوست داشتن تو ادامه میدم. مادرت. بفرمایید. باید ایلیف کمک کنین خانم. گفتی ایلیف؟ او شکار بازی بزرگ میشه. او را از خانه دور کنین لطفا. شما میخواین چی بگوین؟ شما کی هستین؟ او را در یک جای محفوظ برده پنهان کنین. بله بله.
جنرال صاحب، امر جستجوی خانه صادر شده. پلیس هم در راه هستند. کارهایی را که گفتم انجام دادین؟ بله جنرال صاحب، ثبوت در خانه جابجا شده. پس فقط موضوع زیا روشن نشد ها؟ تشویش نکنین جنرال صاحب، این مشکلم حل میشه. تا وقتی که زیا زنده باشه تشویش نکردن به دست خودم نیست جنرال. فعلا گپ زدن نمیتونم خانم به ایلیف دام ماندن. شما از کجا خبر شدین؟ یک نفر برام زنگ زد، گفت هر چه زودتر ایلیف از خانه دور بسازه. کوشش میکنن موضوع بمبگذاری رو به پای ایلیف ختم کنن. چی؟ فعلا به یک جای بوده باش ضرورت داریم، به گرفتن ایلیف میرم. درست است. گوش کن، من یک خانه تابستانی دارم، اونجا به فکر هیچ کس نمیرسه، اونجا ببرش. درست است؟ درست است خانم رانا، بعد از گرفتن ایلیف براتون زنگ میزنم. درست است. دنیز؟ ایلیف هم یالا باید از اینجا بریم. کجا بریم؟ سوال نکن، دو جور لباس خدا بگی عجله کو، باید زود از اینجا بریم. من هیچ جایی نمیرم، همراهی تو خو هرگز نمیرم. زندگی تو در خطر است. کسی را که رسامی چهرهش کشیده بودی دستگیر شده، نام تو را گرفته. گفتن نقشه مرگ استاد جانه را با هم ترک کردین. دروغ است. بگو کی بگه پایی باور میکنه؟ دیر یا زود به خاطر مقصر ثابت ساختن تو ثبوت پیدا میکنن. هیچ کار کده نمیتونن، به خاطر که ما هیچ گناهی نکردیم. چی میکنی؟ گفتم چی میکنی دینیز؟ علیه تو به امنیت گزارش داده شده. امر جستجوی خانه صادر شده. به هر قیمتی که شود تو را مقصر ثابت خواد ساختن. چرا نمیفهمی؟ نمیفهمم که چرا گپای ناق میزنی. گپای ناق میزنم ها؟ پس چی است؟ ما با این گروه هیچ رابطه ای ندارم. ایلیف، مثل ده ها جرم دیگر را به پایت ختم میکنن. باید سر ما باور کنی. بیبی هر دوم پیام کردن، نزدیک خانه هستن. باید عجله کنیم. مایره بگی. در داخلی هم یگان چیز پرتو، زود باش حرکت کو. عجله کو. پس به ایلیف کمک کدا. اول به خانه داخل میشه، مجله کنین. خیریتی از قماندان. اردام؟ ایلیف گورال خانه است. آها، در گدام است، یعنی دو اتاقش است. درست است.
به اسلحه چی ضرورت است؟ او دختر قاتل است، فکر میکنم فراموش کردی. آمر پلیس هستم، بیرون شو. اینجا کسی نیست. عامر صاحب قربان شم، قاتل چی، جستجوی چی، میشه برام توضیح بدین؟ ای دختر چی کده بلیاز خدا؟ کجا میریم؟ با دیدن خانم رنا میریم. گفتی خانم رنا؟ بله، او کمک میکنه تا یک جای پنهان شویم. خانه را تلاشی میکنه مردم. لازم نیست، بیاز اتاقشم اینجاست. فرق نمیکنه، بازم بررسی کنین. اگر تو رو نمیشناختم میگفتم از دختر حمایت میکنی. تمام خانه را درست بپالین. بله. شما خوب هسته؟ خوب هستیم، اما هرچه عاجل باید از اینجا بریم. من نمیخوایم فرار کنم، چرا مرا درک نمیکنین؟ به خاطر که بیگناهی تو ثابت کردن نمیتونی ایلیف. بدون اینکه دلیل شبافامی تو را زندانی میسازن. اگر به خاطر خودت نمیری به خاطر کسایی که به تو ضرورت دارن برو، به خاطر خانوادت، به خاطر دوستای. خانه کجاست؟ نشانی را در این نوشته کردیم. یم کلیدای خانه است. نشانی ساده است، زود پیداش میکنه. بسیار زیاد تشکر. بریم ایلیف. دنیس ایراده به عکس ایلیف بان. بسیار مهم است. دخترم به تو امانت است. متوجه باش. او اسنا داره، هر چیز زودتر باید برسانم. شامتان بخیر بینندای عزیز. خبرهای امشب خدا با یک سرخط بسیار زیاد تکان دهنده آغاز میکنیم. یکی از استادای وزیری دانشگاه مرکزی استانبول به نام جانر به سبب منفجر شدن بم جاسازی شده در موترش زندگی خود از دست داد. تا اکنون
پلیس چندین مشکوکه در رابطه با این قضیه بازداشت کردند. از شلیک کردن بالنده پشیمان خواد شدی آدم احمق. تمام کار مردم ترکیه خواد فهمید. ای که او دختر فرار کرده یا کس برش کمک کرده یا خودش خبر شده. شاید بالای چیزی مشکوک شده باشه یا که ثبوتایی که در خانه جابجا شده بوده پیدا کرده باشه. خدا کنه که دینیز برش کمک نکرده باشه. نه خیر، چرا دینیزم رایش کمک کنه؟ نمیفهمم. چند وقت پیش پشت او دختر رها نمیکرد. او در گذشته بود. شما بهتر میفهمین که دینیز سنمه انتخاب کرده. بزودی شاید عروسیشان خواد بودیم. براتان قهوه آوردم. تشکر سنم جان. در دستایت برکت. نوش جانتان. میخواستم از شما یک سوال بپرسم. دینیز موبایل خود جواب نمیده. شاید شما ازش خبر داشته باشین. حتما کنم کاری برش پیش آمده. وقتی بیکار شد برات زنگ میزنه جانم. البته که زنگ میزنه. جنرال، هرچی زودتر او دختر پیدا کنین. اقارب دوستاش اصارات هر کس کمرایش رابطه داره را بگیرین. بچشم جنرال صاحب. دزم امکان داره خانم رنا برشان کمک کرده باشه. همراه اونا ملاقات کرده میتونم؟ شما در این کار مداخله نکنین. ما امرای رنا گپ میزنم. درست است. غلط خونه کردیم همه نیست. نه خیر، نزدیک شده. جواب بدی. شاید نامزدت به تشویش شده باشه. کم از کم 20 بار خود زنگ زده. فعلا وقت ندارم. نه خیر، جواب نمیده. دخترم چی شده؟ دینیز تلفن خود جواب نمیده. جانم حتما کار داره. حتما اون دختر فرار کرده. کی؟ دختره که در قضیه استاد جانر دست داشت. ایلیف. پدرم فکر میکنه که دینیز براش کمک کرده. آی امکان نداره. اما بیبی تو هم شک کردی. نه خیر جانم، من فکر نمیکنم که دینیز قسم یک کار کنه. ماما تو هیلیف لطفاً پایین شو. پایین نمیشم. هیلیف لطفاً پایین شو. گفتم پایین شو. چی میکنی؟ الهیم کو. پایین شو گفتم الهیم کو. بیبی، در اطراف ما خانه نیست. همسایه هم خبر نمیشن. من همراه تو داخل یک خانه نمی باشم. ایلیف گپ ناق نزن. دموتر میشینم بهتر خود. توی سر ما باور نداری؟ بله باور ندارم.
نمیخوایم برم چرا نمیفهمی؟ بریم. توبه توبه. بفرمایید خانم الیف. تا وقتی که موضوع حل شود مجبور هستین که در خانه همراه ما زندگی کنین، اگه خواسته باشین یا نخواسته باشین. من میرم که چوب بیارم، فهمیدی؟ تو هم میتونی که کمپل پیدا کنی. تو نیم زدستی. زندگی کردن در یک خانه همراه تو درست نیست. فراموش نکن هنوزم خانم مستی، میتونیم زیر یک سقف باشیم. درست است. شام بخیر. خوش آمدین آقا. شام شما بخیر. با آقا فاتی یک پاکت آوردیم. یعنی همون خبرنگارتان شناختین؟ البته با ما بتین. میشه تذکرتان بتین؟ گفتین تذکره؟ معذرت میخوایم، تذکره ما در خانه فراموش کردیم. بدون تذکره گرفتن نمیتونیم آقا. شام بخیر. شام شما بخیر. مهمان نشرات زنده است. البته بفرمایید، من شما را همراهی میکنم. فردا تمام مردم ترکیه درباره کثافتکاریات خود فهمیدن جنرال. با کی زنگ میزنی؟ بدی نیست. امکان داره با فراری لیف دست داشته باشه. تو چی میخوایی بگویی سنجر؟ میخوایم یک چیزی بگویم برش. جواب من نمیته. همیشه منفی فکر نکن جانم، آرام باش. دینیز سابق نیست. او کاملا تغییر کرده. ما از این گپایت هیچ چیز را نفهمیدم سنجر. امکان داره بچه ما را تباه بسازه. کوشش میکنه که دینیز بدنام بسازه، به خاطر که بچه ماست. فقط تانستم یک دانه کمپل پیدا کنم. درست است، تو رو یخ نزنم. تو؟ قسم گپ نزن که ما برات مهم باشم. بیبی ایلیف، ما و تو مجبورن در اینجا زندگی میکنیم. وقتی تو بیگناه ثابت شوی راه های ما جدا خواهد شد. واقعا عالی بودین آقا. زنده باشی، تشکر میکنم. ای چی است؟ کی آورده؟ این محافظین دان دروازه آوردن، بالایشم نام شما نوشته بود. نام کسی نوشته نیست. ایره کی آورده؟ به محافظین هم نام خود نگفتن آقا. محافظین بررسی کردن؟ بله، فکر میکنم چند دانه ورق است. داخلش چیز مهم است؟ مرا تنابان. اگه این خبر نشر شود قیامت برپا میشه. ببینین اگه میفهمین کجاست و با من میگین باز. تو فکر میکنی که ما از تو چیزی را پنهان میکنیم؟ بدینی زنگ زدم اما جواب نداد. راستش وضعیتش هیچ خوب به نظر نمیرسید. دینیزه نمیشناسین؟ باز به خواست خود کار کردن، او را فرار دادن. به هر صورت
اگر از چیز خبر شدین برام زنگ بزنین. درست است. دیدی دنیز چی کرد؟ به خاطر ایلیف زندگی خود در خطر انداخت. همراهی تو واضح گپ میزنیم ابراهیم. امکان نداره ایلیف از بازرسی نجات پیدا کنه. در چندین جای خانه اسناد جعلی موندن. بعضی هایشا پیدا کرده. سندایی که به دست آوردن به خاطر بازداشتش کافی است. میفهمی که ایلیف کجاست؟ پیش شوهرش است. اول فکر کردم به پلیس تسلیم بکنش، اما از پیش اونا فرار دادش. اگه امروی قماندان تماس گرفتی برش بگو که تسلیم شوه. این قسم با فرار کردن خودم مجرم ثابت میکنه. شاید وقتش رسیده که من خودم نشان بتم. چرا این کار میکنی؟ این کارت برات گران تمام میشه. زندگی دختر مهمتر از همه چیز است بیادر. هر چی زودتر آنها را پیدا کرده همراهش گپ میزنم. دنیز شما خود رسیدین هموتنیز؟ صحیح و سالم رسیدین؟ رسیدیم، تشویش نکنین. ایلیف چطور است؟ نمیخوای همراه مزر یک سقف باشه. یک دقیقه دروازه رو باز کنم. بیادر. رانا فعلا مصروف از بعداً با تماس شوید. بگو چی میخوایی؟ بسیار خوب میفهمی که چی میخوایم. ایلیف کجاست؟ پنهانش کردیم. پس نشانیش نمیگی ها؟ اجازه نمیتون به دخترم ضرر برسونی. درست است. پس تو را مهمان خود میسازم. بخیر. دست پس کن. من خودم همراهت میام. او کجاست؟ یکی از پیش مفتیده. ایلیف؟ یک چیز بسیار مهم در مو طرف دیدم. فردا ببینیش. در تاریکی چه قسم پیدا میکنیش؟ چشمای من کار میکنه. چی رو میپالی؟ بگو کمکت کنم. گفتم که یک چیز مهم است. مطمئن هستی در مو طرف دیدم؟ بله. پس کجا افتیده؟ حتما در راه از پیش تفتیده. حتما. بیا که داخل بریم ایلیف. ها پیدا کردم. چی رو گرفته؟ چقدر خوش شده؟ چی است؟ هیچ. من میایم. چی گپ است سنم؟ فلیس، اگه ایلیف درباره طفل به دنیز چیزی بگویه بهتر خواهد بود. ببین دنیز به خاطر او هر قسم خطر قبول میکنه. سهیلا این تصمیم ایلیف است. ما مداخله کردن نمیتونیم. ایلیف نامده باشه.
ایلیف گورال اینجاست؟ دیگه اینجا زندگی نمیکنه، خبر ندارین؟ خانه را ببینین. با کدام حق؟ ایلیف به اتهام قتل جانر محکوم شده. یگانه مشکوک قضیه بمبگذاری داخل کسی نبود جنرال صاحب. اگر تذکیرایتان همراهتان بگیرین بهتر است. هر دویشان را بازداشت کنید. خانم بفرمایین، با ما مشکل ایجاد نکنین لطفا. شما چی میکنین؟ به من دست نزنین. الهیم کو، شما حقی کارا ندارین. باید همراه ما برین. زود باش برین خانم. اوف، الهیم کو. هر جایی که از تو مجبور نیستم که به تو حساب بتم. مجبور استی که حساب بدی. من نامزده تو هستم. گوش کو چی میگم. این نامزدی فقط از مجبوریت هست. حقیقت فکر کرده خود فریب نتی. تو چطور میتونی که قسم گپا را بگویی؟ آخر طفل تو تبعت نمست. درست است. درست است، آرام باش. درباره طفلت فکر کن. در ضمن طفل همه چیز حس میکنه. ایلیف! ایلیف! اینجا سرد است اما تو نیست؟ چند دقیقه بعد سرتر میشم. وجودت بلرزم میآید. گردش خونت آهسته میشه. مثل بیت میلرزی. خواب میگیرید. نبضت ضعیف میشه. حرکات قلبت نامنظم میشه. چرا درباره یمه برات میگم؟ در دانشگاه اینا را تدریس میکردی اما تو نیست؟ هر چی میخوایی انجام بده. من نشانی ایلیفا برات نمیگم. اگر نظرت تغییر کرد صدا کن. اگر نشانی ایلیفا بگوی محافظه که اینجاست تو را بیرون میسازم. ایلیف تو خوب هستی نی؟ دل بد شدی؟ نه، کم خنک خوردیم. همینجا دراز بکش استراحت کو. من کمپل سرت بدم. خودم بندازم. درست است. ایلیف در کجا پنهان شده؟ نمیفهمم. با آخرین بار دوستت چی وقت دیدی؟ گپ بزن، جواب بده. امروز بعد از ظهر. با فرارش بگو کی کمکش کرد؟ نمیفهمم. حتی من خبر نداشتم که فرار کرده. پیش کی رفته میتونه؟ دوستاش، اقاربش، عاشقش. ایلیف مشوقه کسی نیست.
دوباره میپرسم ایلیف کجاست؟ براتون خود گفتم که نمیفهمم. نمیفهمی؟ بیبی دخترم، ایلیف در یک مشکل بزرگ گرفتار شده. اگه چیزی را میفهمی و نمیگی باز ما چیزی نمیفهمیم. درست است. اگه با خوبی جواب نمیدی من میفهمم که چه قسم دهنت باز کنم. درست است. من مسئولیت خود انجام دادم. بعد از ایش مربوط تو میشه. سرباز امر کنین جنرال صاحب. دستگاه را بیار. با شما میاله میارم. نمیگم هرگز. اگه ما نشانی دختر خدا برش نمیگم. هنوزم چیزی به گفتن نداری؟ سرباز امر کنین جنرال صاحب. شروع کن. درست است همیاله. درست است براتون میگم. پس بگو ایلیف کی فرار داده ها؟ همراهش کی کمک کرده؟ جوابم بده. چی میکنی؟ او را به ما بده. ده ای کاغذ چی است؟ تو چرا بدون اجازه در جیب ما دست میزنی؟ به تشویش شدم. نشو. لازم نیست به خاطر ما به تشویش شوی، فهمیدی؟ ایلیف چی مشکل داری؟ مریض هستی؟ چرا کاغذ از من پنهان میکنی؟ مربوط تو نمیشه. برای بار آخر میپرسم ایلیف، ده او کاغذ چی است؟
صبر کن. تکان نخو. سیخ به زمین بنداز. بنداز. درست است. حتما در این وقت شب راه خود گم کردی. راه بیرون از این طرف است. درست است. بیرون بشو. بیرون بشو. اما از اینجا تنها بیرون بشو احمق. فهمیدی؟ حالا دیگه واقعیت بگو. کی همراهش کمک کرد؟ ایلیف کی فرار داد؟ پیش همین آدم بگویم. میترسم که کدام مشکل خلق نشه. شاید هر دویتان شخصا مشناسین، از او خاطر نمیگم. عسکر امر کنین جنرال صاحب. بیرون شو. آبا چشم جنرال صاحب. دینیز کمک کرد اما تو نیست؟ بسیار هوشیار هستین، جواب سوال خودتان پیدا کردین. درست است. فعلا کجا هستن؟ نمیفهمم. نمیفهمی اما تو نیست. تا که به یادت نیاری از اینجا رفتن نمیتونی. اگر بفهمم من براتان چیزی نمیگم. فیلیسم چیزی نمیگه. رانا باهوش بیا. بیبی من در کنارت هستم. ابراهیم معصوم در کنارت هستم. آمدی؟ بیشتر از این مار خسته نساز بگو دخترت کجاست؟ قومندان صاحب لیاز خدا ما از کجا بفهم که دخترم کجاست؟ چرا از من قسم سوال میپرسین؟ اگه پنهان کنی با مشکلات زیاد مواجه میشی. از او یک روز من به خوشی سپری نشده، به خاطر که دختر درس بخونه او رو به دانشگاه بردم، اما او لعنتی ما دردسر ایجاد کرد. ها خدا جان ما اومد. با ما اجازه بدین از جای تکان نخو بشی. تا که نشانی دخترت نگویی از اینجا رفتن نمیتونی. خدا جان شما چی میگن؟ بلیاز خدا ما از کجا بفهم که او دختر کجاست؟ اقاربم هستین بسیار بد است. بسته کدانتا گوش کو. اگه نشانی دخترت بر ما نگویی تو را شکنجه میتم. شکنجه چی؟ قربان فرم نشانتان شام. از کجا بفهم که دختر کجاست؟ دخترم خوبان اگه بفهم نشانی افشت خودم میگم، اما نمیفهم قسم میخورم درکم کنین بلیاز خدا. چقدر خاطرات خودت جمع کردیم جانم. اما اینجا کجاست؟ منطقه چکمکور است، داخل جنگل است. چقدر این خانه مقبول است؟ از دوستایت است؟ نه خیر، از خودم است. به خاطر رفتن به تفریح خریده. حتی پدرتم خبر نداره. وقت خسته شوم اونجا میرم. فقط ما میفهمم که کجا پنهان شدی و دیگه هیچ کس نمیفهمم. این آخرین شبت با دینیز از خانم ایلیف. چرا نمیفهمی؟ به تشویشت میشم. میخوایم از هر قدمت با خبر باشم. حتی اگر از هم جدا شویم بازم دوستت میداشته باشم. همیشه متوجه تو میباشم. لطفاً از من نخواهی که از تو منصرف شم ایلیف.
باز چی شده؟ باز چی شده؟ دنیز، من در شفاخانه هستم. در اونجا چی بد میکنی؟ بعد از جنگ کردن با تو به خاطر قدم زدن از خانه بیرون شدم، اما در سرک بیهوش شدم. وقتی که چشماییم باز کردم شفاخانه بودم. به خانه‌ام خبر دادن نمیتونم. چی میشه پشت ما میایی؟ نمیتونم، من بسیار دور هستم. در یک تاکسی بیشی برو خانه. دنیز، طفل تو در بطنم است. لطفا اگر چیز شما آماده هستی که این خطر بزرگ قبول کنی دنیز. لطفا دنیز، به تو زیاد ضرورت دارم. درست است میایم. در کدام شفاخانه هستی؟ سلام. برش کمی مشکل پیش آمده. باید بری، نباید دور تنها بانی. تمام شد. گیر آمدین. تنها بودم میتونی لیف؟ مشکلی نیست، حتی لازم نیست برگردی. اگه مهم نمی بود اصلا نمی رفتم. وقتی آمدم گپ میزنیم، درست است؟ بالاخره ما دو تنها ماندیم خانم لیف. ای که فریب دادن نامزد کسی چی معنا میده؟ حالا برات نشان میدم. چیزی به خوردن نیست. ها، انشالله که تاریخش تیر نشده باشه. بخوا جانم بخوا، نوش جان که به خاطر که آخرین قصاید است.
اولین بار وقتی یک دیگه خود دیدیم. اولین ملاقات ما. چرا اقدر بوی تیل است؟ از دوستای دختر چیزی را فهمیده نتونستیم. نمیفهمم ایلیف کی فرار داده. ایلیف رانا فرار داده. خانم رانا؟ بله، اما نگفت که کجا پنهانش کرده. بزودی خواد فهمیدم جنرال. نگفته بودم. دختر کجا پنهان کرده؟ جنرال صاحب، یک نفر به نجات دادن خانم رانا آمده. رانا 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 باوش بیا جانم. او آدم کی است؟ تذکرهش پیدا کرده نتونستین؟ پس چرا برام نمیگی؟ نام او آدم رشاد دمیر. رشاد دمیر؟
رعنا شماره را که شما دایل کرده اید فعلا خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. بله سنم ما آمدم. تو کجاستی؟ آمدی؟ وقتی که تو دیر کردی خواستم که خودم برم تاکسی باز رفتم دیگه. تو چرا به اجازه ما ای کار کردی؟ ما برات نگفتم که بیایم؟ یه قدر راه را بیفایده آمدم. معذرت میخوایم عشقم، مرا ببخش. قسم میخورم هدف بده نداشتم. خب از دور میبوسمت. تشویش نکن. تا آمدنت هم از خانمت و هم از طفلت به خوبی حفاظت میکنم. رشاد دمیر، شما ای آدم هم مشناسین جنرال؟ نه خیر جنرال صاحب، این نام قبلا نشنیدیم، اما از این که خانم رعنا را دیده حتما چیزی را میفهمم. جنرال، هر چی زودتر برین ببینین که او رشاد کی از فامیده شد یا نه. امرتان بجا میشه. این مصیبت دیگه از کجا شد ها؟ بفرمایین. بله دنیز، ابراهیم هستم. امرای رعنا در یک گدام هستیم. شما کجاستین؟ صدایتان درست نمیاد. در منطقه کارتال در یک سردخانه هستیم. اینجا بسیار زیاد سرد است. رعنا بیهوش شده. بله صدایتان درست نمیاد. صدای مرا میشنوین؟ بله بله بله. رعنا 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 به هوش بیا. شماره را که دایل کرده؟ خدایا برم صبر بده. با دلیل منفجر شدن بم در دانشگاه مرکزی استانبول یکی از استادای ورزیده دانشگاه با اسم جانر اویگور زندگی خود از دست داد. تمام شواهد و نشانه ها ثابت می سازه که در این حمله محصل صنف اول 15 طب همین دانشگاه ایلیف گورال دست داره. همچنان جستجو به خاطر دستگیری ایلیف گورال که فرار کرده ادامه داره. گفته میشه که جنازه استاد جانر فردا بعد از برگزاری مراسم جنازه در دانشگاه مرکزی استانبول به خاک سپرده میشه. اشخاصی که میخواهند در جنازه استاد جانر اشتراک کنند مطلع باشند. پیدا کردی اردام؟ گوش کن، در منطقه ای که گفتی 3 سردخانه بزرگ وجود داره دینیز. بیادر من تمامش نمیتونم که بررسی کنم. درست است بیادر، تو کوشش تا تو وقت ما میایم. نمیشه، نباید کسی خبر شود که ابراهیم برگشته. از او خاطر فقط تو برو. درست است. نشانه میخوایی؟ صبر کن، همیال نشانی نزدیکترین سردخانه را برات روان میکنم. درست است، من منتظر هستم. رعنا خواهش میکنم چشمای تا باز کن.
از اینجا بیرون بشه. لطفاً به هوش بیا. دنیز ما را پیدا میکنه رعنا. به دختر خود میرسیم. چی بشه لطفاً کم تحمل کن. رعنا تحمل کن، صبر داشته باش. خدایا کمک ما کن، به ما کمک کن. خدایا کمک کن. چرا نمیفهمی؟ به تشویشت میشم. میخوایم از هر قدمت با خبر باشم ایلیف. حتی اگه جدام شویم بازم دوستت میداشته باشم. همیشه متوجه تو میباشم. ازم نخواهی که از تو منصرف شوم ایلیف. باید به هوش بیایی. میفهمم که صدای من بشنوی رعنا. بسیار زیاد دوستت دارم. ایلیفم زیاد دوست دارم. شما همه چیزم هستین، همه چیز من. اگر حال این نامه را میخوانی پس به این معنی است که هنوزم ما یک امید داریم. ما مثل مادر و دختر بودن میتونیم. انتظار ندارم برای ببخشی، اما کوشش که درک کنی. از این خاطر کل چیز از اول برات میگم. داستان از روزی که خبر شدم حامل هستم برات میگم دختر. به تو بسیار درد دادم، زیاد جگرخونت ساختم. بخشیدن بسیار مشکل است. میفهمم. کاش که میفهمیدی، کاش که مرا درک میکردی، کاش که میفهمیدی که همه چیز به خاطر تو انجام دادم. روزی که فهمیدم حامل هستم پدرت بدون کدام دلیل ازم جدا شده و مرا تنها ماند. اگه جدا نمی شدم تو را برای همیش از دست می دادم. از همین خاطر رفتم، با وجوده که می فهمیدم مرا دوست داری رفتم. خاموشانه رفتنش تماشا کردم. برش گفتن نتونستم که حامل هستم، گفتن نتونستم که طفل او در بطنم هست. فقط خاموش موندم. شکسته بودم، عصبانی بودم. فکر کردم با خاموش ماندن از او انتقام میگیرم. ناخواسته بزرگترین بدی را در حقت انجام دادم. اگه اون روز میفهمیدم که تو حامل هستی هیچ وقت تو را ترک نمیکردم رعنا. چرا این گپا برم نگفتی؟
چرا در مقابل ما استاد شده؟ نگفتی که طفلت در بطن ماست رعنا؟ چرا؟ چرا مانع من نشدی رعنا؟ چرا؟ چرا؟ زیاد فکر کردم اگه او روز درباره تو به پدرت میگفتم کل چیز تغییر میکرد. شاید او نمیرفت، شاید دوباره یک خانواده میشد، شاید هیچ وقت مجبور نمیشدم که این نامه را برات نوشته کنم، مجبور نمیشدم از دختر خود معذرت بخوایم. به خاطر کل چیز پشیمان هستم. کاش که به خاطر تو بیشتر مبارزه میکردم. تو وظیفه خود انجام دادی، از دختر من حفاظت کردی، از عشق من حفاظت کردی. من بسیار ترسو بودم، من فرار کردم، من تو را ترک کردم رعنا. حالا فقط یک چیز از خداوند آرزو دارم، با ما یک چانس دیگه بده، یک چانس دیگه رعنا. بسیار دوست دارم، تا آخرین لحظه زندگیم هم دوست دارم، دوست دارم رعنا. هیچ وقت از دوست داشتنت منصرف نشدیم دخترم. تا آخرین نفس به دوست داشتنت ادامه میدم. مادرت. Hasret kar gibi yaktı beni, yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne duy sesimi, anne bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni Elif, دخترم ما را زیاد منتظر ماندی، زیاد پشت دق شدیم. بیا تا تو را با آغوش بگیرم. بیا دخترم، بیا دختر یک دانیم، جان پدر، قند پدر، دختر مقبوله، دختر نازدانه نیلیف من، یک دانه پدر. Üşüyorum örtsen ayıplarımı, yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum örtsen ayıplarımı. روشن شو. اوف. حالا باید خراب میشدی؟ حالا دی جنگل ما دیگه لایتر از کجا کنم؟
اینجا کی است؟ خانم ایلیف تو دیگه بر همه چیز از پایین رفتی. دستایت بلند کن. هوش کنی کدام حماقت نکنی، فهمیدی؟ اصلا تو حماقت میکنی. در داخل خواهر جنرال قدرت است. کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، طرف ما ببینین. کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم. دنیز، این موتر دنیز است. خانم رنا، خانم رنا، خانم رنا، چشمایتان رو باز کنین. کاکا ابراهیم، کاکا ابراهیم. دنیز تو هستی؟ خدا رو شکر. خوب هستین؟ رنا رو ببر، رنا رو ببر که خوب نیست. درست است. خانم رنا، تو اینجا چی میکنی؟ خانم رنا رو به شفاخانه میبرم. هیره هیچ جای نمیبری. پدر نمیبینه این خانم وضعیتش خراب است. تو میفهمی اگه جنرال قدرت تو رو در این حالت ببینه چی میکنه؟ دنیز! مشکل تو چی است ها؟ مشکل تو چی است؟ میخوای ما و مادر رو از بین ببری؟ من فقط عدالت میخوایم. چرا با ما کمک نمیکنه؟ چرا با ما هم دست نمیشین پدر؟ میفهمم که امرای خانم رنا هم دست شدی و ایلیفا فرار دادین. پس قسم است؟ ایران میفهمین که تا ثابت ساختن بیگناهی ایلیف رو پنهان میکنه اما تو نیست؟ از روزی که ایلیف وارد زندگی تو شده یک لحظه بدون مشکل نیستی. ای دختر خانواده ما را از بین میبره، مسلک و همه چیز خود از دست میتی، شاید هم جانت از دست بتی. ارزش داره؟ ارزش داره؟ بله داره. ایلیف ارزش همه چیز داره پدر. دنیز!
او آدم کجاست؟ معذرت میخوایم کاکا، مجبور بودم یک انتخاب میکردم. حرکت کن، سرعت بگی، توقف نکن. اگه من به جای تو میبودم عین کار انجام میدادم، رنا رو انتخاب میکردم. وضعیتش چطور هست؟ نمیفهمم. به شفاخانه ببریمش؟ به شفاخانه رفته چی بگویم؟ چه قسم دایی باره توضیح بتین؟ بهتر همی است که به خانه بری. درست است. کسی که بالای حملکت دیدی؟ نه خیر جنرال صاحب، از پشت سر حمله کرد. پس بغیر از تذکره او دیگه ثبوت نداریم. او را به ما بده. چی شد؟ اینجا مانده بودم. نیست، حتما گرفته. تو چی میکنی؟ با جنرال قدرت زنگ میزنم. لازم نیست. باز من خودم برای زنگ میزنم خبر میتم، در وقت مزاحمش نشد. بچشم جنرال صاحب. عجله کن میریم. بگیرین کاکا ابراهیم. بلند شو، حتما دینی زنگ زده. بلند شو، باید از اینجا بریم. حالا ایلیف تلفن تا جواب بده. حالا کاکا ابراهیم، ایلیف تلفن خود جواب نمیده. اگه پیشو برون بهتر است. دنیز بهتر است ایلیف تنها نمانی. ما متوجه خانم رنا می باشم. درست است. باز میبینیم اگه کدام مشکل بود زنگ بزنین. هر کسی که داخل و خارج میشه برام گزارش میده. امرتون بجا میشه. بسیار محتاط باش. بچشم جنرال صاحب. به خاطر مردن زیاد عجله نکن خانم ایلیف. حالا ایلیف جواب بده، موبایل تا جواب بده. حالا دیگه سرعت بگی بچه هوشیار من. هر چی زودتر مرا پیش و دختر ببر. میفهمی که من بسیار دختر نازدانه هستم. از این بیشتر مرا خسته نساز. ما چطور فریب سنم خوردم ایلیف تنها موندم. اگه چیزی شوه هیچ وقت خدا نمیبخشم.
بسیار خسته شدیم، باید خستگی من رفع کنم. اما تو نیست. اجازه نمیتم که به خاطر او دختر خانواده ما را تباه بسازی بچه. اجازه نمیتم. زیاد میخواستم که تو را پشت میلای زندان ببینم، اما به تو طفلت یک سرنوشت بهتر آماده ساختیم. تا ابد یک جامعه باشین ایلیف جان. ایلیف، ایلیف، ایلیف. نامه را خوانده. ایلیف کجاست؟ نمیفهمم، حتما رفته. نمیفهمی اما تو نیست؟ حالا با پدر دروغ میگی ها؟ ایلیف کجاست؟ او را کجا پنهان کردی؟ نمیفهمم پدر، گفتم رفته. بازم میگه که رفته. پس من مقصر نیستم. خودت قسم خواستی. چی میکنی؟ حالی میفهمی که چی میکنم. داخل داستان رسیدیم خانم ایلیف. ما جنرال سنجر رایدین هستم. رد پای او دختر فراری را پیدا کردیم. هر چیز زودتر در ساحه جنگل قریه چاکمه یک تیم بررسی روان کنین. این کار کردن نمیتونین. برات شانس خوب میخوایم. برو دختر را پیدا کن. ایلیف، ایلیف، ایلیف. ختم شد. من قاتل شدم. قتل کردم.
قتل کردم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупо Астора, оиладор соҳиби 3 фарзанд, старши директори компания Faberlic. ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои тоҷик занҳои хонашин кор мекунанд. навобаста шумо дар тоҷикистон ё дар Русия. маоши нағз ҳам мегиранд. маош ай 70 сомон то 7000 сомон. айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания Faberlic-ро мебинед ки бениҳоят босифат буда нархи дастрас дорад. барои фармоиш ва кор дар WhatsApp нависен, ҳамашро мефаҳмонем. номнавис шудан ва омӯзишаш ҳамаш бепул аст. мо ба кор қабул мекунем фақат занҳоро. хоҳиш мекунам фақат занҳои хонашин, занҳое ки ба ҳамин кор ниёз доранд нависен, ҳамашро сода карда мефаҳмонем. кадоме ки кор кардан мехоҳад марҳамат нависен дар номеро дар WhatsApp. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон бошен. худо ҳаматона нигаҳбон боша.